منبر جهانی. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که در هر کجای این گیتی پهناور که هستید، در کانون گرم خانواده عزیز و محترمتون روز و شب رو به خوبی و خوشی سپری کنید. امیدواریم که تونسته باشید تا این لحظه زندگی از ذره ذره اوقات مبارکی که خداوند متعال در اختیار من و شما قرار داده استفاده کافی و بهینه رو در راه رسیدن به رضای الله متعال برده باشیم. دین مبین اسلام دینی هست که با فطرت انسان و سرشت انسان همخوانی داره و خداوند متعال که این دین رو برای ما انسانها به ارمغان آورده و در واقع این دین همان دینی است که بر تمامی انبیا در طول این تاریخ عظیم انسانیت نازل شده، یعنی دین مبین اسلام، آن دینی که بر تمامی انبیا تا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده و از طرف الله متعال اومده، به آن دین اسلام میگویند. و بر اساس همین فطرت و سرشت انسانی در واقع خداوند متعال انسان رو موجودی اجتماعی خلق کرده. قبل از این بگردیم به حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به این موضوع، یعنی اینکه انسان بر اساس فطرت و سرشت اسلام خلق شده، به این حدیث اشاره بکنیم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی که ابی هریره رضی الله عنه یار با وفای رسول الله که در کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم، یعنی حدیثی متفق علیه هست، ابو هریره می‌فرمایند که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که ایشان فرمودند کل مولود یولد علی الفطره فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. هر انسان نوزادی که به دنیا میاد بر اساس فطرت و سرشت پاک به دنیا میاد، بر اساس همان فطرت و سرشت الهی یعنی اسلام. و پس از آن، یعنی بعد از این که به دنیا اومد و پا به این دنیا گذاشت، پدر و مادر اون هستند که اون رو یا نصرانی یعنی مسیحی و یا مجوسی یعنی زرتشتی و یا یهودی یا همان کلیمی به بار میارند، یعنی اون رو از فطرت و راه صحیح و مستقیم و پاکی که الله متعال در وجود اون قرار داده از اون را منحرف و گمراه میکنند. پس انسان به خودی خود وقتی که دنیا میاد موجودی هست فطرتی با فطرتی پاک که دنبال رو حق و حقیقت و همان اسلام هستش و بر اساس همین فطرت و بر اساس این که دین مبین اسلام دین الله متعال خالق و رازق و مالک و پروردگار و معبود بر حق ماست و به تمامی آن نیازها و درون و برون ما آگاه هست، به همین خاطر به یکی از نداهای مهم فطرت ما، یکی از نیازهای مهم ما که همان اجتماعی بودن انسان هست، دین مبین اسلام به این ندا لبیک گفته و به همین خاطر میبینیم که بیشتر عبادتهای ما در واقع عبادتهایی است جمعی،
نماز جمعه، نماز جماعت، نماز دو عید، حتی نماز استسقا یعنی طلب باران، و بزرگترین کنفرانس یا کنگره اجتماعی ما مسلمون ها همون حج هستش که میلیون ها مسلمون از تمام دنیا دور هم جمع میشن و به بحث و بررسی نیازها و مشکلات و اون راهکارهای پیشرفت و تمدن و تکنولوژی خودشون میپردازن. پس دین مبین اسلام به این ندا، یعنی ندای اجتماعی بودن فطرت انسان، یعنی نیازی که فطرت انسان به هم نوعان خودش داره، لبیک گفته. و دین مبین اسلام همانطوری که میدونیم بر اساس کتاب و سنت راهکارهایی رو، راهنمایی‌هایی رو برای ما در این جهت بیان کرده. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی که باز هم متفق علیه هستش، یعنی امام بخاری و مسلم اون رو روایت کرده اند، میفرمایند که لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی. هرگز با انسانی بجز انسان مؤمن، هرگز با انسانی بجز انسان مؤمن دوستی نگیر، مصاحبت نکن، همراهی نکن، و هرگز طعام تو، غذای تو را نخورد مگر انسان متقی. یعنی به خونه تو رفت آمد نکنه، با تو دوستی نگیره مگر انسانی که متقی هستش، تقوای خدا رو داره، از خدا، از الله متعال میترسه. اینها همه برای این هستش که ما در انتخاب دوست، در انتخاب رفیق، در انتخاب همراه احتیاط بکنیم، دقت بکنیم و انسانی رو اختیار بکنیم که در واقع اون شخص، کسی رو اختیار بکنیم که در واقع اون شخص به ما نفع برسونه. به همین خاطر میبینیم که دین مبین اسلام اهتمام بسیار ویژه‌ای، توجه بسیار ویژه‌ای به این موضوع کرده، تا جایی که دوستی را و محبت را از جمله مسائل عقیده قرار داده و دوستی و محبت را، همون ولا و براداشتن در راه خدا رو، از مهمترین اصول و پایه های عقیده قرار داره. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی صحیح میفرمایند که اوثق عرى الاسلام الحب فی الله والبغض فی الله، و در جای دیگر میفرمایند الموالات فی الله و در جای دیگر نیز به همین موضوع اشاره میکنند با روایت‌های مختلف. پس رسول الله در این حدیث میفرمایند که بزرگترین ریسمان و دستگیره اسلام محبت در راه خدا و بغض داشتن در راه خدا هست. یعنی این که ما دوستان خدا را و دوستان الله را و دوستان دین الله را دوست بداریم و دشمنان الله و دین الله و رسول الله رو دشمنی بداریم، بغض بداریم. البته بغض به این معنا نیست که از عدالت و انصاف تجاوز بکنیم و به اونها ظلم و تعدی بکنیم، نه، بلکه ما اونها رو به خاطر فکرشون و عقیدهشون و عملشون که در مخالفت با دین الله هستش، به خاطر همین موضوع اونها رو بغض می‌داریم یا از اونها بدمون میاد. نه اینکه خدای نکرده ما مأموریم که به اونها تعدی و تجاوز و ظلم بکنیم، نه، هرگز چنین نیست. پس فهمیدیم که چقدر این مسئله، یعنی مسئله دوستی در راه خدا و دوستی با انسانهای نیکو در دین مبین اسلام مورد اهمیت هستش. یکی دیگر از مسائلی که باز هم دین مبین اسلام در این زمینه بهش اشاره کرده این هستش که ما رو همیشه راهنمایی کرده، همونطوری که در حدیث قبل نیز بیان شد، همیشه ما رو راهنمایی کرده، ما رو توجیه کرده به این که با انسانهای مؤمن، انسانهایی که به ما نفع میرسونن، انسانهایی که ما میتونیم ازش استفاده معنوی ببریم، با اونها دوستی بگزینیم. البته این به این معنا نیست که ما از کسی که میتوانیم استفاده مادی ببریم نیز دوری کنیم و با اونها دوستی نگیریم، نه، میتوانیم با اونها نیز دوستی بگیریم، اما اولویت بر اساس عقیده و معنویت و ایمان و تقوای شخص هستش در انتخاب دوست. به همین خاطر پس ما باید دقت کنیم که همیشه با کسانی دوست شویم و همراه شویم که از آنها استفاده بکنیم، استفاده معنوی، استفاده در راه تقویت دین و ایمانمان.
همونطوری که شاعر میفرماید همنشین تو از تو به باید، تا تو را عقل و دانش افزاید. بله بینندگان عزیز، در مقابل میبینیم که دین مبین اسلام به مسئله دوستی گرفتن با انسانهای بددین و با انسانهای بیدین و با انسانهای که از راه خدا به دور هستند ما رو برحذر داشته. همانطوری که در آیه قرآن خداوند متعال میفرمایند و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وكان الشيطان للإنسان خذولا. در این آیه میبینیم که الله متعال میفرمایند از زبان یک انسان نادم و پشیمان که در روز قیامت میگوید که یعنی انسان ظالم و دست خود را به دندان میبرد و میگزد، میگوید که ای کاش همراه رسول راه صحیح رو میگرفتم، راه درست رو، صراط المستقیم رو در پیش میگرفتم. ای کاش فلانی رو به دوستی بر نمیگذیختم، ای کاش فلانی رو به دوستی خود اختیار نمی کردم. من رو در واقع از راه راست و صحیح گمراه کرد. بعد از این که دین و راه صحیح و قرآن و کلام الله به من رسید، اون شخص منو گمراه کرد. اون شخص همانند شیطان بود و شیطان نیز همیشه انسان رو به خاری و بدبختی میکشونه و چه بسا اون شخص همان شیطان انس هست که خداوند متعال در آیه دیگر به اون اشاره کرده. بله بینندگان عزیز و گرامی، وقت برنامه ما و موضوع ما در واقع در اینجا به پایان میرسه و انشاءالله که شما رو بتونیم در وقتی دیگر و برنامه دیگر و موضوعی دیگر انشاءالله همراهی بکنیم. و در آیه دیگر میبینیم که الله متعال اینقدر به این موضوع، یعنی موضوع دوستی و همراهی، اهمیت داده تا جایی که ما رو برحذر داشته که اگر برادرها و خواهرها و حتی خانواده و همسر ما اگر که با راه خدا و رسول، با راه الله مخالفت میکنند و با الله و رسولش دشمنی دارند، هرگز آنها را به دوستی نگزینیم، هرگز با آنها دوستی نگیریم. الله متعال میفرمایند لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بله الله متعال در این آیه به این موضوع اشاره مستقیم دارند که هرگز قومی را نمیابی که دوستی و محبت کسانی رو اختیار بکنن که مخالفت راه الله و رسولش رو مد نظر و اسلوب و منهج خود قرار دادن. پس دوستی ما باید با دوستان الله و دشمنی ما باید با دشمنان الله باشد. بله بینندگان عزیز، تا روزی دیگر و دیداری دیگر همه شما را به الله متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده
نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی نماد عزت دین است و دولت.